خدا راستی امروز در یک محفل بودیم، یک کس گفت که همین مردم چی در دارن، یک قصه را کرده، گفت که محفل اومده گفت همین ایزای مؤمن حرام ای، همین ایزا میتن. با میگه گفتیمش که ایزا نه، ترا نهی از منکر کرده، یعنی ترا نصیحت کرده که اصلاح شای، ایرا ایزا نمیگن. یک کاری نادرست دیدم وقتی که گفتن این ایزا نمیشود. ایزا او است که یک کوی بیچاره را بگو یک کور، یک شلی بیچاره را بگو یک شل، یک آریزه ای که در بدن داره همون مقصد که با یک تحقیر توهین بگوی، انا ایرا ایزا میگن. اما وقتی دیدی که یک جوان مردی چهار اشکالش بتون نوجوان مردانه ظلم میکنه، یا که مثلا خدا و پیغمبر را فراموش کرده است، یا کارایی میکنه که اگر هم پدرش آگاه شود ای رنگش بیزار میشود قورش هم میکنه، یک کس نصیحتش کرد این ایزای مؤمن نیست، این نهی از منکر است. انا علمای امت محمد صلی الله علیه و سلم از زمره کسایی هستند که امر به معروف و نهی از منکر میکنند و نمیگذارند که همنشیناشون در شقاوت و بدبختی بروند. پس باید ما شکرگزاری همین محفل را کنیم که خداوند برای ما نصیب گردانده است در این محفل میشینیم. ما باید شکرانه الله کنیم که خداوند گوش شنوا ما داده است، میتوانیم توسط این گوشا سخن خدا و پیغمبر را بشنویم. ما باید شکرگزاری نعمت پروردگار را کنیم که پروردگار زبان گویا ما داده است و سعی میکنیم که با او زبان گویا غیبت نه، لقلق بیهوده نه، گپی خدا و پیغمبر را بگیم. محفل جای لقلق نیست. در محفل آدم گوش میکنه. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را، میگه شنیدم که پیر پسر رو به خشم ملامت همه کرد که ای شوخ چشم تو رو تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیواری مسجد بکن. شنیدم میگه که یک مسافر پسرش از سیاست کرده است که اوکی خانت بسوزه که من تیشه را به او خاطر خریدم برای تو را که هیزم بشکنی میده کنی برای زمستان تیار کنی، نه برای که برای دیواری مسجد بزنی چپا کنی. ببینید با تیشه میشوه که زندگی تا کامل کنی، زندگی تا آسان کنی، تیاری ببینی برای زمستان. با تیشه میشوه که برای یکون جای آباد نوآباد کنی و خراب کنی. و حضرت شرح میکنه میگه زبان آمد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. زبان برای شکر پروردگار را کردن است، برای حمد و ستایش الله گفتن است، برای امری به معروف و نهی از منکر کردن است. این زبان برای غیبت نیست. کسی که به این زبان غیبت میکنه مثلا همین جوان احمقی را میمونه که با جایی که با تیشه هیزم بشکنه میره دیوال مسجد چپا میکنه. گذرگاه قرآن و پند است گوش، با بهتان و باطل شنیدن مکوش. این دو گوش نازنین که پروردگار داده است، این گذرگاه قرآن ای، گذرگاه پند نصیحت ای، جای بهتان گفتن و جای باطل قطع عمل کردن نیست ای. ده چشم از پی صنع باری نکوست، زی عیب برادر فروگیر دوست. خداوند متعال این ده چشم داده است که صنع پروردگار را ببینی و شکرگزاری نعمت پروردگار را به جا بیاری. این چشما برای نظارت کردن ای پشتی خودی و بیگانه نیست که با برام بزی کنم خبر کشی کنم. زی عیب برادر فروگیر دوست. انشاءالله خدا برکت بده. اشاره جرابه که مورم این نعمت پروردگار را انجام بده. این همین محفل امشب را تشکیل کرده است. شکر همه خیل می شود. شکر فقط سری زبانی نیست. خدا را شکر، خدا را شکر. خونه سوخته ای هیچ حرام رو نمیگردونه، خدا را شکر. نمازش قضاش نیست، کوک نمیکنه کونش بخیزه طرف هم جای نماز بروه، خدا را شکر. و شکر همه خیل می شود. شکر به خودش قاعده داره. در همین دنیا هر چیزی که از به خودش یک قاعده داره. از هر فنی که باشه ببینید قاعده گذاریش میکنن. علما و محققا همین شکر قاعدهش گفتن. شکر العبد لله اعترافه بنعمه و مواظبته علی طاعته و ثناؤه علیه. شکر العبد لله اعترافه بنعمه و ثناؤه علیه و مواظبته علی طاعته. شکر بنده در پیش پروردگار سه زینه داره. برای آنکه شکر کامل شود و خداوند همون شکر ما و شما را بپذیره،
همین سه زینه را باید پای در پای طی کنیم. اول اعتراف کردن نعمت خدا. همین نعمت خدا نیست؟ همین دندانایی که داده است ما میگزیم و میکنیم گوشت میخوریم نعمت خدا نیست؟ همین دندان نداده باشد اگه جام میخوری. بیچاره مسافرکا و کمپیرکایی را ما میدونستیم که او وقت پرتز موقع نبود چخیلی. همین نونا در درون چایگر میموندن ملایم شود بعد همون را میگریستن میخوردن کنده دندانای پیش ریختگی بیچاره هم یکون چیزا گزیدنی میشود بعد همین لب همین تا درونده و طرف دندانای کرزی تیلا میکنن که یکون چیزا بکنید. این شکر طلب میکنن. هر چی داریم والله یه جانبی پروردگاره باشه، خوب خونه و در باشه، خوب همون زنی صالحه باشه. همین نعمت پروردگار بزرگ همین نعمت برای داده است. اعتراف او به نعمه، همین اعتراف کردن به نعمت الله است. کسی نعمت خدا را اعتراف نکرد وای به حالش. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نان به کف آری و به غفلت نخوری. برای آنکه نمی یک نان بخوریم خدای تعالی تمام طبیعت در گردش گردونده است. تمپراتور معین باید باشه، باران معین باید بباره که همون گندم سر بزنه، یه بچه دونه کنه او را بگیرن برن در آسیا آب در کار که با او چرخی آسیا را چرخ بزنونه و یا که همون سویت بتد که او را آردش کنن. خدای تعالی همین کائنات همه را در خدمت ایده گذاشته است. با زنی خوب و صالحه در کار که او را خمیر کنه و برای در تنور بپزه بیاره در پیشت بونه و بخوری. در درخت نان میشوه. برای اینم یک نانی که تو میخوری ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن، همه چرخ زده است تا تو نان به کف آری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. این برای کشیده برای یک نوشده که یک بار به خاطر الله یک پنجه اوقاتی روش نمیشه و طهارت کنه همه سرگردان همی فلک. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرک انصاف نباشد که تو فرمان نبری. همین نامردی نمیشه که خدای تعالی اینقدر نعمت برای تو را مهیا کنه و تو فرمان پروردگار را نبری. با خدا قسم از این نامردی زیاد نمیشه. باور کنید. اعتراف کردن به نعمت الله. برای یک گرده هستن آدمایی که تیار هستن که 30-40 هزار دلار همون دانه را بتن. 30-40 هزار دلار با میروان چند هزار دیگه من نمیدونم در اون بانیسه صرف میکنن پول میتن. یکون خیلی گارانتیا نیست. با هم دخترو میگن که گارانتیاش در دست پروردگار است. ما هیچ گفته نمیتونیم. اگر همون موافق خوشرو بیاید امکان داره که یک چند سال همون صاحبش زندگی کنه. اگر نیاید با میبینی که همین ایبین همین یک چند ماه گذشته است که فلانی مرد گفتن. اینا ببینید آیا ده گرده نازنین در اختیاری تو داده است خانواده فکر نمیکنی که او همین نعمت پروردگار داده است و فردا روز قیامت از من پرسان میکنه. یک گرده ما گفتن که همین язычный железаш ай кор монда будааст. Дар ҳамин зери забон махсус ғадуди зери забон мегӯянд. Дидаам ягон хӯрока ягон мевара дидӣ аллакай даҳанат пири об мешавад. ҳатто баъзан агар номша бигиранд лимон биган даҳани одам пири об мешавад барои лимон хӯрдагӣ аст. ана ҳамун ғадуди зери забон ҳамун оба мебаровад. ҳикмати бароварданаш чи аст? ҳамин лақмае ки мехӯрӣ дар гулу дар намонад. لقمه را میخوایی نونی قوقا او که تر نشوه فرو نمیرود تو در قطق که در ماند میبری میرد. هموککش کار نمیکرده است. مخصوص تبلیغ کرده است یک دانش $100. ای همو مجبور میشده استفاده برد از برای خدا. اوخی در بدن آدم هزارهای نمیخیلی عضوهایی هسته که نیزمینی میان او را هیچ عوض کرده نمیتونه. سالهای طولانی خدمت انسان هم میکنن. با یه روز راخی شکرگزاری نکنی همین جوانمردی است. تصور کنید که در یک مینوت چند بار میجه میزنی. اینا میجه زدن برای ما را یک چیزی عادی میتونه. اگر همین چشم میجه نزنه یعنی که لعاب قطیدوی ترش کرده نبسته چشم آیسته آیسته خشک میشود.
یک بار همین اکولیستو بپرسه دکتر یگان تایما در یاد میآید که این همین طریق کار بوده است. اعضای بدن هزارها رگ پیوند سالم داره، برای هر قدمش باید صدقه شود در پیش پروردگار. صدقهش چیه؟ این همین شکرگزاری نعمت خدا، طاعت عبادت خدا را کردن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود لکل سلام من احدکم صدقه، برای هر یک عضو بدن سالم در گردن شما ای مسلمانان صدقه واجبه. گفتن یا رسول الله این صدقه را ما کجا بیابیم؟ چه خیال بته؟ گفت این لکم بکل تسبیحت صدقه و کل تهلیلت صدقه و کل تکبیرت صدقه. شما را میگه هر بار که یک بار همه سبحان الله میگه، خداوند هم سبحان الله شما را همچه صدقه قبول میکنه. صدقه این همه اعضای بدن سالم و هر الحمدلله تو همچه صدقه پذیرفته میشود و هر الله اکبر گفتن تو همچه صدقه قبول میشود. آخه اهمی لق 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 گپی دنیا این خونه سوتای گپ تمام نمیشود. او بیمار داری همی سبحان الله بگو، الحمدلله بگو، الله اکبر بگو. و امر بالمعروف صدقه، این همی امری به معروفه که کرده میشود، گفته و شنیده میشود، همین را پروردگار بزرگ همچه صدقه از ما و شما قبول میکنه است. و نهی عن المنکر صدقه، از همین منکر هم دیگر را باز داشتن که ای بچه در وقتی امری به معروف گپ نزن، همین نهی از منکر است. همین را پروردگار همچه صدقه قبول میکنه از بندش. و حضرت همه را جنبست کرد، گفت و یجزی من ذلک کله رکعتان یرکعهما من الضحى. همین جای همه همیرا یعنی شکرگزاری تمام رگ پیوند سلیمه، همین 2 رکعت نماز ضحی میگیره، نماز اشراق. تو دان خدا چند نفر تو نماز ضحی میخونه؟ این همین نماز اشراق چند نفرت میخونه؟ نمیدونم چی درد امو رسیده است که نمازی بامداد کم شده از شماره مردم نماز خون. برای که شبا کوتاه نشیده است. برای یک فوتبال پدنالت شب تا سحر خون نمیکنن که ساعت 2 شب فوتبال های. برای یک کاره که اندک شو فراموش میکنن خوبه. برای طاعت عبادت پروردگار و شکرگزاری نعمت پروردگار همین دیگه تنبل میشیم، هم که مردنبو میشیم که این همین 2 رکعت نماز اشراق چی دردت میرسه؟ همون نماز اشراق هم بخون، همین 20 منوت بعد برآمدن آفتاب ابتدای همون اشراق های، ابتدای نماز ضحی. پیش اینو که خوب میکنی همین 2 رکعت نماز ضحی را بخون. تو باید تمامی همون رگ پیوندی را که پروردگار برات داده است شکرگزاریش در پیش خداوند ادا کردی. سبحان الله. اول همین اعتراف کردن که هر نعمتی که در دستی من است، هر نعمتی که من صاحبش هستم، از پروردگار است. اینا ایشون جورابک اعتراف کرده است که الحمدلله این همین تن جان سالم خدا داده استش، همه غیرت و همت خدا داده استش. و هم غیرت و همت شهوت باشه که زن میگیری، نه باشه که جو میگیری. حال یک کس همون میشناسیم ای چیل گذشت است ناشکریش، حال اما چه زن نمیگیری میشوه، زن نمیگیری میشوه. چی درد داره نمیدونم که خدا خودش گناه. برای همون زنگیری را باید خدای تعالی ملکه را داده باشد، همون شهوت را داده باشد که میگیری. شکرگزاری کرده است که الحمدلله خدای تعالی زنی صالحه نصیبش گردوده است. این همین محفل خیر برگزار کرده است، هم صنفا و رفیقاش دعوت کرده است که هم نان و طعام بخورن، هم یه نصیحته که گوش کنن. این همین شکرگزاری میگن، اعتراف کردن نعمت همیه. دوم زینه ثناؤه علیه، حمد ثنای پروردگار را پیوسته گفتن. آخه همون خدایی که این نعمت برات داده است، آیا حق نداره که حمد ثناش بگویی؟ یادش کنی، ذکرش کنی. یک کس 10 سمت میته در جای بشینی بخیزی میگه همون آدم جوان مرد است، خدا برکتش بده. اوی پروردگاره که نعمت به برکش در بالای سرت رسونده است، مگر همون حقی نداره که هر وقت شیشتی و بخیزی بگوی خدا را شکر، پروردگار را شکرانه نعمت نمازای خدا را بخوری، حمد ثنای پروردگار را به زبان بیاری. اون عزیزی گفت شد 70 سال تازه شادی میکنم و از وجد حال. خدا رحمت کنه شیخ عطاری ولی را. میگه یک عزیزی خدا را پرسیدن چه حال داری؟ گفت 70 سال شد که ای شادی را در کرتم نمیکنم. که چنین زیبا خداوند هست، با خداوندیش
پیوند این هست که من اینقدر پروردگاری بزرگ دارم. یک پروردگاری دارم که تمام کائنات خلق کرده است. یک پروردگاری دارم که به حکمت‌های خلقش کرده است که الهی توبه. یک پروردگاری بزرگ دارم که همه کائنات در خدمت مخلوقات و در خدمت این موها گذاشته است. که چنین زیبا خداوند ام هست، با خداوندیش پیوند ام هست. با من به همین پروردگار پیوندی دارم. همین خدای بزرگ به همون مجد عظمت ای بنده من میگه یا عبادی، ای بنده های من، یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان داره به خدا و به روز قیامت، یا ایها الناس، ای مردم. همون پروردگار بزرگ به من پیوندی داره. برام بشارت داده است اولئک هم الوارثون، این بنده های صالح من، بنده های حقیقی من وارث هستند، اینا میراثبر هستند. الذین یریثون الفردوس، اینا فردوس اعلی را به میراث میگیرند. هم فیها خالدون، و در آن فردوس اعلی جاویدانی زندگی میکنند. حضرت میگه تو مشغولی به جویایی عیب، کی کنی شادی به زیبایی غیب. آخه تا وقتی که به عیب جویی و عیب گویی مشغول هستی، ایگجا به این غیبیات و به این نعمت و به این سمع پروردگار شادی میکنی؟ موی بشکافی به عیب دیگران، چون بپرسم عیب تو کوری در آن.